Мен то омадам грехтесте. Московская область, Сергей Посад. Мебель сехта курмекаде. Ина друн джангалдаем. گروه مهاجران از پلیس می‌گریزند تا بازداشت نشوند. چند ماه اخیر بازداشت و اخراج مهاجران در گوشه و کنار روسیه ادامه دارد. وضع تغییر نکرده است. مکان خواب، جای کار مهاجران در ساختمان و دیگر کارخانه‌ها ظاهراً زیر ضربین پلیس روسیه قرار گرفته است. مقامات روس هدف را تفتیش قانونی سندهای مهاجران می‌دانند. در دوام 10 روز 5 بار پراورکا اومدگی 70 کس قبول بودن. کدامش که پست پاتنش مسکو بود و او را جواب دادن. کدامش که پاتنش مسکوفسکی اوبلاست بود و او را همه شده پاتنس کردن. اکثر اخراج شده ها به گفته مقامات روس سندهایشان مشکل داشته است. اینجا مشکلی تنها افراد نیست که سند ندارند. اینجا کراسنودار است و مهاجرانی را تفتیش میکنند که شهروندی روسیه دارند. تفتیش پس از نماز جمعه روز 8 سپتامبر آغاز شده است. آنها را برای جلب به ارتش و احتمالی سفربر شدن به جنگ در اوکراین در کمیسریات حربی ثبت نام میکنند. کارشناسان میگویند وضع روسیه دیگر پیشگویی شونده نیست و هر لحظه خطری جلب به جنگ در اوکراین وجود دارد. یگانه راه را آنها در بیرون شدن از روسیه میدانند. پیشنهادی که اکثر مهاجران به خاطر از دست ندادن درآمدشان قبول ندارند.